بله، ما الان در رستوران ملت در نیشابور هستیم. خوشبالت که به آرزوت رسیدی. خیلی جذاب، خیلی خوشمزه. سلام، حالتون چطوره؟ علیرضا هستم، به ویدیو دیگه خوش اومدید. اومدم دوباره دشت. اگه یادتون باشه من راجع به دشت قبلا یه ویدیو براتون درست کردم که اینجا تایید میکنم این بالا، میتونین الان بریم ببینین اگه اون رو ندیدین. بعد از 6 ماه دوباره برگشتم اینجا. اینجا هم یه جاییه که اون دفعه بهتون نشون دادم دیگه، پر از منقل و کبابای مختلف، هر چی بخواین براتون درست میکنم. ولی به قیافش نگاه نکنین، خیلی گرونه کبابش. ولی خب تو این مسیر که داریم میریم به نظر من بهترین کبابا رو اینجا داره. حالا بد نیست، یعنی خوبه، خوش میگذره. اینجا همه سبک کارشون همین طوریه، یعنی منقله کوچیک با یه یخچال که براتون چیزای مختلف، جوجه و چنجه و کباب کوبیده و عرضم به حضورتون که جیگر و چربی و هر چی که تقریبا بتونن اینجا براتون کباب میکنن، چی بخوای. برنجم دارن که الان ما اینجا برنجم گرفتیم. بشینیم اینجا. این چیه؟ به میز همین الان سرعتی. احسن. کباب مورد علاقه پیام. یه برنج دیگه بده. خیلی زیاده برای من. زیاده؟ یه ظرف خالی بس چه خیلی؟ اولش اینجوری شد بود. اشکال نداره، من از مال خودم برای پیام میریزم. چپه شد چرا؟ خب بفرمایید. ولی یه چیزی بگید برنج نخوردیم. اونو بده من اینو بگیر. نه بابا این دیگه هیچ. علی اونجوری فایده نداره که. چی؟ برد و گوجه فلفل تو عزیزم. خب قاشق چنگال نداره. بیا. این قاشق چنگال. متشکرم. فلفل هم رنده بود امید. مرسی. تو ما کباب خوردیم، خیلی خوب بود، خوشمزه. چی بریم بگیریم؟ قهوه؟ دو تا اسپرسو ریز میرم میگیرم. نه با من برای ادامه راه ماشین که جلوه من شکلات داشتم می آمدم یک خاکستر رفت تو چشم. خب حتما پرسین این چند تا کبابی که خوردیم چند شد. شد 1,200,000 تومان که برای اینجا به نظر من زیاده. چه خبره؟
یه پا منقل واسطه. الان که دارم بشه میکنم نه اونقدر هم خوشمزه نبود. خوبه اونقدر که من گفتم خوشمزه. حالا قهوه رو بخورین. اون قهوه چطوره؟ از این قهوه شخله‌های چیزیه که واقعا خوردن سخت. چقدر تلخ بود. تازه این سینگل بود. اگه دبل میداد چی؟ تازه اینم دوباره دشت. حالا ببینیم دفعه دیگه کی برمیگردیم اینجا. فعلا خداحافظ. خب بچه نظرتون راجع به کباب چی بود؟ افتضاح. کبابش کباب صفر بود. دقیقش هم فکر میکنم گوشتش خیلی زیادی تازه بود. اگه گوشت خیلی تازه باشه فرآوری نشده باشه. گوشت سوزانی اینا؟ آره اون بهتر بود ولی خیلی لذیذ بود. گوشت کبابش هم تازه بود. بر همین یه مقدار مثل حالت لاستیک که گوشت فرآوری نشده بود. بر همین هرچی می‌جاییم مثل آدم میشه. متاسفانه واسه شما دارم تعریف کنم نشد دیگه. هر کردم بریم جدی. ولی الان